روز 14 می در آرامگاه خوانسکی در شهر مسکو چند گروه مهاجران از جمله مهاجران تاجیک با قفقازی‌ها زنازنی کردند که در نتیجه 3 ساکن شهر راغون کشته شد و 23 نفر دیگر زخم برداشتند. مقامات روسیه بعد تحقیق این قضیه شروع کردند. درباره این ماجرا صحبتی داشتیم با کریم جان یاروف، رئیس سازمان اتماس که از حق مهاجران حمایت میکند. کریم جان، شما یک هفته پیش از همین جنجال گفتید که احتمال حمله به کارگران آرامگاه وجود دارد. این از کجا برای شما معلوم بود؟ یک هفته پیش به ما یکی از کارگران همین قبرستان مراجعت کرده بود و گفته بود که یک مسئله مهم است، چون که شخصان بیگانه خصوصا از نام تاجیکان هم نام گرفتن که اومدن به سر آنها گفتن که شما از این روز اعتباراً با آن شکلی که ما میخواهیم با آن شکل کار میکنید و چون که ما میخواهیم که شما در دست ما کار کنید و آنچه که ما از شما طلب میکنیم شما باید که به چون و چرا اجرا نمایید. به نظر شما مقامات انتظامی روسیه از صورت گرفتن این حادثه آگاه بودند ولی نتوانستند از آن جلوگیری کنند؟ فکر میکنم که آنها از این آگاه بودند. حتی خود کارگران همین قبرستان گفتند که آنها با آنها در تماس بودند و یکی از شاهدی آن که آنها از این واقعه در خبر بودند آن بود که در وقتی که این حادثه رو داد در آنجا کارمندهای وزارت داخله خصوصا گایی روسیه و اینچنین وقتی که این واقعه در درون قبرستان رخ داد در آنجا 2 اتومبیل پلیس در خود درون همین قبرستان پیدا شدند، ولی متاسفانه آنها حتی از ماشین خود نفر آمدند. وقتی که شهروندان تاجیکستان با آنها مراجعت کردند که از آنها حمایت کنند یا حداقل خود همان یراق آنها را به این حد که از خود مدافع کنند آنها ندادند و در نتیجه این کارمندان پلیس هم از دست شهروندان تاجیکستان و اینچنین همان دروازه‌بان‌های همین قبرستان آنها هم لط خوردن از دست تاجیکان همین قبرستان. و این جنجال جدی برای زندگی و کار مهاجران تاجیک در روسیه چه عاقبت‌های بد داشته می‌تواند؟ این یکی از عاقبت‌های بد آن داشته می‌تواند که باز هم گناه را به سر مهاجران تاجیک می‌زنند، چون خیلی که می‌دونیم در واوی روسی الکی گفتند که یک خط را گرفتن، یک موضوعی که گویا که خودی همین کارگران همین قبرستان خواستند که مهاجران غیر قانونی را به آنجا در آمده نمانند. خصوصا امروز در این بخش رهبر دپارتمنت خدمت رسانی شهر مسکو الکسی نمیریو گفت که گویا که وقتی که پلیس در دیگر جایهای کاری مهاجران یک چاره‌بینی گذرانده بود، قسم زیادی آنها به این قبرستان گریخته آمدند و قسم زیادی آنها گفتند که همه از غیر قانونی در اینجا می باشند و آنها خواستند که به این قبرستان درآیند و در نتیجه خودی همین قراولهای قبرستان آنها را در آمده نماندند و چون این حادثه رخ داد. اگر که غیر قانونی باشند چرا این قسم زیادی مهاجران سر داده شدند از این اداره‌های پلیس؟ مصاحبه کامل با کریم جان یاروف در وبسایت azadi.org.